домулла як савол доштаму, як қиссаи ҳаёти хешу табора нақл мекунам аз барои Аллоҳ. Аз шумо хоҳиш мекунам, ки ҳамин одамое ки чӣ мегӯям ёрдамчиёи шумо ҳамира як 5 дақиқа қисса кунанд, амри маъруфи шуморо мақсад алоҳида кунанд, ки то ки ман роӣ кунам. Як خب тағои дорум, як 40 сол масеҳӣ шидагиай дар Тоҷикистон. خب غیر از خودش یک 35 نفر دیگر هم مسیحی کرده است. با اینمی با قریبی یک بچه خالم فهمیدم که مسیحی شده. حتی در خواب میدرویم میگم که دینی مثال باطل شدگی های. در خواب هم امر معروفش میکنم، میگم از راحت بگرد، به سوی الله رو بیار. هیچ قبول نمیکنم. مقصد میخوام که شما هم یک امر معروف کنه که یک 40 نفر هم خیلی کرده است. مثال ҳамаро айдинаш мезана, ғайр аз оилаи мо тамоми хеш табора қариб бурдест. ҳамуса хостам як амри маъруф мекардек дар ҳамин бобат. мақсад ман роӣ кунам, гӯш кунам. إن الدين عند الله الإسلام. الله تعالی گفت که دین حقیقی در نزد الله تعالی این دین اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که غیر دین اسلام دیگر دین های طلب کند، با پیروی از دیگر دین ها کند، فلن یقبل منه، هرگز از او قبول نمیشد. و هو فی الاخرة من الخاسرین. در آخرت او از جمله ضرر دیدگان است، یعنی اهل دوزخ است. کسی که به غیر دین اسلام به نزد الله تعالی به کدام دینی که باشد، خواه دینی آسمانی باشد مانند یهودیت و نصرانیت، خواه دینی بت پرستی، کدام دینی که باشد غیر اسلام، به نزد الله تعالی بیاد، او از او قبول نمیشد و او در آخرت از جمله ضرر دیدگان است، یعنی دوزخی است. البته این درباره آن هایی که بعد آمدن دین اسلام باز همین دینی باطل خود را دوام دادن. اما آن آدمایی که تا آمدن دین اسلام یهودی بودند، مثلا وفات کردن حال اسلام ناشنیده، یا نصرانی بودند طبق دین نصرانیت عمل میکردند و وفات کردن حال دین اسلام نآمده است، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال در مکه دعوت میکردند، دعوتشان آشکارا نبود، دعوتشان به تمام دنیا رسیدگی نبود. بود در دنیا یگان یهودی در یک کنج دنیا زندگی داشت، مثلا خبری بر آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشنیده وفات کرد، او حکم او دیگر است. اما آن یهودی یا نصرانی که شنوید که محمد صلی الله علیه و سلم بر آمدند، پیغمبر شدند، سپس ایمان نآورد، مگرم بازگشت او به آتش دوزخ است. این حدیث در صحیح مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما من یهودی ولا نصرانی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار. کدام یهودی و نصرانی که مرا شنود که من بر آمدم، یعنی پیغمبر شدم، سپس به من ایمان نآورد، مگرم بازگشتی به آتش دوزخ است. این حدیث در صحیح مسلم ثابت است. این حدیث دلالت میکند که تمام یهود و نصرانی که بعد شنیدن دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان نآورد و در دوزخ ابدی میسوزند. اما آنهایی که تا شنیدن وفات کردن، اونا به قدر عملهاشون روز قیامت حساب کتاب کرده میشه، گناه داشته باشه به قدر گناهاشون عذاب داده میشه، سپس به جنت در آورده میشه اگر پایبند دینش باشد. مثلا بودن یهودایی که عزیر پسری الله گفتن، اینا مشرک هستن، اینا در دین یهودیت هم عمل نکردن. چخیلی که مثلا بعضی مسلمان ها به بعضی از بنده ها صفت های الله دادند، اینا مشرک هستند. این چونی نصرانی هایی که میگفتن که عیسی پسر الله میگفتن، اونا مشرک هستند. گپ درباره اونا نیست، گپ درباره نصرانی های تازه، نصرانی که طبق انجیل ها عمل میکرد. البته انجیل های آنها زیاد است، مانند قرآن ما یک قرآن نیست، انجیل هاشون نسبت به مخلوق ها داده میشه. انجیل فلانی نسبت به آدم داده میشه، نسبت به الله نه، چون که اون انجیل ها دست آدمی در آمده است. اون انجیل ها تغییر یافت، اون انجیل ها را همون راهب های و عالم هاش تغییرات وارد کردن، پول گرفتن تغییرات وارد کردن، پول گرفتن بله اجازت است، بله باکی ندارد، بله حلال است، بله اجازت است گفتن. اونا سخنهای الله تعالی را تغییر دادن، اونا لعنت کرده شدن. این گونه اهل علم را الله تعالی در سوره بقره
در سوره آل عمران هم در وصفشون آمدگی است لعنت کرد. سخن الله تعالی تغییر. این کتاب‌های تحریف شده است، لیکن با وجود همین در داخلش سخن‌های حق باقی ماندگی هست. بنابراین عالم‌های متخصص بسیار از داخل کتاب‌های یهود و نصارا سخن‌های رو می‌آورند که وقتی که محمد آمد شما پیروی از محمد کنید. تمام پیغمبرها عهد دادگی هستند به الله تعالی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شوند آنها آمده اگر زنده باشند دستگیری میکنند. بنابراین در جنگ بدر حضرت خضر نآمدند. 315 نفر یا 14 نفر یا 313 نفری که اشتراک کردند در جنگ بدر، در بین اینها حضرت خضر نبودند. الله تعالی از تمام پیغمبرها عهد گرفته بود که اگر این پیغمبر بیاید و جنگت شما آمده در پهلوی او می ایستید، یاری می دهید این پیغمبر را. یگان پیغمبر نآمد برای اینکه همه آنها گذشتگی بودند، از جمله حضرت خضر هم پیغمبر بودند از دنیا گذشتن. قولی که ولی میگوید قولی ضعیف است و قولی باطل است، خیلی که در تفسیر اضواء البیان و تفسیر بیان کردند. حضرت خضر پیغمبری الله بودند، ولی نبودند. امام طحاوی گفتند که و نقول نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء. عقیده اهل سنت و الجماعت، عقیده امام ابو حنیفه و ابو قاضی ابو یوسف محمد ابن حسن این است که و دیگر علما هم یک پیغمبر بهتر از تمام اولیاء. تمام اولیاء در یک جمهوری یک پیغمبری که یگان کس پیروی نکرده بود او بهتر است. بنابراین حضرت خضر پیغمبر بودند، یعنی از اولیاء مرتبهشون بلند بود. بنابراین بعضی کارها اجرا کردن که اون کارها حرام بود، گفتن که من این کارها از پیش خودم نکردم، اینا فرمان الله بود. حتی موسی پیروی کردن، رفته علم گرفتن از خضر. بنابراین خضر پیغمبر بودن و آمده در جنگ بدر اشتراک نکردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در روی زمین بهترین انسانها را الله تعالی در جنگ بدر جمع کرد و آنها 315 یا 313 نفر بودن. بهترین شخصیت ها را جمع کرد. بنابراین علما میگن که بهترین صحابه ها بدری ها هست، یعنی آنهایی که به جنگ بدر اشتراک کردند. در روی زمین بهترین آدم ها رو الله تعالی در اینجا جمع کرد. اگر خضر زنده میشدن در اونجا جمع میکرد الله تعالی. بنابراین خضر هم پیشتر از پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشته بودند. پیغمبرها آمده باید پیامبر ما حضرت محمد علیه السلام رو باید نصرت دهند، دستگیری کنند بود. و همشون وصیت کرده هستند در کتاباشون است که بعد من یک پیغمبری میبیاد یاتی من بعد اسمه احمد، بعد من پیغمبری میبیاد نامش احمد است، نامش محمد است، پیروی از دینی می کنید. یعنی دین اسلام در دینی پیشینه ها ذکر شده بود. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. الله تعالی شما را مسلمان نامید، هم در کتاب های پیشینه هم در این یعنی قرآن. ما را الله تعالی میگوید که شما را الله تعالی در کتاب های پیشینه و در این کتاب یعنی قرآن مسلمان نامید. بنابراین گروه ها نادرست است در شریعت. فلانی، من مذهبم فلانی، ما مسلمان هستیم. یک هو سماکم المسلمین، الله تعالی شما را مسلمان نامید. نامی که الله تعالی برای امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد مسلمان. جماعتی مسلمان ها، گروهی مسلمان ها، تمام دیگر گروه بازی نیست در شریعت. خب همه پیغمبرها وصیت کرده بودند که پیروی از دین محمد صلی الله علیه و سلم کنند. بنابراین الله تعالی که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهودها و نصارا محمد صلی الله علیه و سلم را میشناسند چه خیلی که پسرهای خود را میشناسند، چون که وصفشان در کتابهای آنها ذکر شده بود. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در حالت حتی کودکشان ولی پیغمبر نشده میدیدند، اونها میفهمیدند که همین آدم است پیغمبر. بنابراین وقتی که عبدالله ابن سلام یهودی بود، اون هنگام در مدینه بود، وقتی که آواز برآمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، رسول الله آمدند، من هم گفت قطار مردم برآمدم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم دانستم که رویشان روی دروغگویی نیست. با برابری دیدن شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و این حبر یهود بود، عالمی کلان یهود بود.
اسلام قبول کرد، صحابه شد. بنابراین کسی که نجات خواهد، نجات در دین اسلام است. اون ذاتی که دین یهودیت و دین نصرانیت را فرستانده بود الله است و اون ذات همین دین اسلام هم نازل کرد. جبریل دین یهودیت به موسی برد، دین نصرانیت به عیسی برد، دین اسلام به محمد صلی الله علیه وسلم آورد. در دینهای پیشینه گفته شده است که دین پیغمبر آخرالزمان دین حقیقی و ابدی است. وقتی که اون دین آمد دیگر دینها منسوخ میشن، دیگر دینها بیکار میشن. وقتی که استقلالیت شد قانونهای زمان شوروی برهم خورد، با دیگر حکومت بیاد قانونهای پیشینه برهم میتید. اون قانونها که دیگه عمل کرده نمیشن، اون قانونها تمام فرسوده شد. این از قانونی تا روز قیامت و تمامی طلبات جوابگو دین مقدس اسلام است. اگر قبول کردن خوشا به حالشان، قبول نکردن الله تعالی دوزخ را هم آفریدگی است و الله تعالی قسم میخورد که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. من قسم میخورم، وعده میدهم که دوزخ من تو را پر میکنم از جن و از انس. الله تعالی پر میکنه. بنابراین کسی که خواهد ایمان بیارد، کسی که خواهد کافر شود در این دین مقدس اسلام مجبوریش نیست. هر یک آدم برای نجات خودش باید مهنت کند. آدمی به عقل برای فایده دین و دنیای خودش کوشش میکند و خودش رو به هلاکت تیله نمیکند. الله تعالی اون مردمی که دین نصرانیت را ما میدانیم تقریبا اطراف 30 سال 40 سال این جانب نصرانی ها در دیار ما اومده، به قدر امکان دعوت دارن به دینشان، با مال، با پول، با سخنی نیک، با تعلیم دادن مشق‌های جسمانی، با هر راه و وسیله مردم را فریب داده به دین خود دعوت کرده ایستادند و مسلمان ها بیغم از پی فکر خود، از فکر دعوت نیستند، در دیار خودشان ایستاده دین باطل را، دین نصرانیت را قبول دارند. البته مسئولیت هست بر ذمه شما، بر ذمه اهل علم، بر ذمه تمام مسلمان ها که آنهای نصیحت کردن و از این راهشان برگشت. اگر رفت و وفات کردن در همین دین، بازگشتی آنها به آتش دوزخ است. نص کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم است. الله تعالی هدایت کنه. بله استاد، از سوالی فهمیدم شد که فکر کنم اونا اول مسلمان بودن بعد به دین گرداندنشون و ادامه دادن. بله، کسی که مسلمان بود و بعد از آن عملی کفر را کرد و مرتد است. مرتد از کافری عادی دیده پستر است، مرتبهش بدتر است. کافر او بیچاره است، او مزه اسلام نچشیده است، او حقیقت دین اسلام حالی ندانسته است. بنابراین بسیار کافرهای شاهد شدیم که بعد اینکه دیندار شدن، لذت اسلام و لذت ایمان چشیدن، دیگر به کفر باید نظری نفرت نگاه کردن. دیگر نه گناه به چشمشان نمود و نه اون حیاتی که پیشکی داشتن. بسیاری مردمی که از مردم اروپا و امریکا و از روسیه و از دیگر کشورها اسلام قبول کردند و زمانی کفر و جاهلیت دیدن، اونا قدر اسلام خوب میدانند از بعضی مسلمانایی که مسلمان تولد شدین و قدر اسلام نمیدونن، پایبند دین مقدس اسلام نیستن، بلکه از آنها گاه عملهای کفر و شرک صادر میشه اگرچه خودشون مسلمان نامند هم. بنابراین آدمی که دو حالت دید، اونها حضرت عمر هم میگفتن که یعنی که حضرت عمر کافر بودن، مشرک بودن، حتی قصد کشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داشتن، ولی اسلام قبول کردن و بهترین این امت شدن بعد حضرت ابوبکر. و آنهایی که مسلمان بودند و گشت کافر شدن، اینها بدتر از کافری عادی هستند. آدم کافر به دنیا آمد، کافر زندگی کرد، کافر مرد، این هم دوزخی است، ابدی در دوزخ میسوزد. لیکن آدمی که مسلمان بود و سپس کافر شد، این عذابش بزرگتر است. الله هدایت کنه. بله استاد، در مورد همین که مقصد با اونا چگونه معامله کنن، آیا مقصد اگر مرد باشه که زن داشته باشه زنش با او دوام زندگی کنه نکنه، یا با اونا دیگر نزدیکاشون دختر دیهن ندیهن، یا اشاره میکرده؟ بله، مثلا کدام مسلمانی که دین نصرانیت را قبول کرد یا دیگر دین ها را قبول کرد، زنش اگر مسلمان باشد
به طریق автомاتی بین آنها جدایی می‌فراید. و این چنین شوهر همسرش زنش اگر مثلا اگر نصرانیت یا یهودیت قبول کند نه نکاحشان بریده نمیشه. لیکن اگر بت پرست شود یا اتئیست شود یا ماتریالیست شود مثلا یا بودایی شود یا به خدا شود، من گفت یگان دین اعتقاد ندارم، گفت و نکاح بریده میشه. با زنی نصرانی با زنی یهودی اگر زنی پاک باشد زندگی کردن اجازت است، ولی با زنی بیدین مثلا زنی بت پرست باشد یا کمونیست باشد ممکن نیست زندگی کردن، چون که وای بیدین است. مسلمان باید فقط با مسلمان خانه دار شد، مرد مسلمان با زنی مسلمان یا با زنی یهود یا با زنی نصرانی. اما زنی مسلمان جز شوهری مسلمان دیگه با اون کس نمیتونه زندگی کنه، حتی اگر شوهرش یهودی یا نصرانی باشد هم اجازت نیست. بنابراین کدام زنهای مسلمانی که به عروسهایی که کافر است نصرانی هست خانه‌دار شدید، نکاحتان باطل است، زنا هست، اسلام خار کردید، در زیر پای کافر شدید، از اون عملتان توبه کنید، نکاحتان باطل است، اونا همه زنا هست، از اون برایید. و این چنین کسانی که از خویشاوندانتان زردوشت شد مثلا یا فهمیدید که همین زردوشت هست او کافر است، نکاحتان با شما تمام بریده شد. شما زن باشید شوهرتان زردوشت است یا زنتان زردوشت باشد نکاح شما بریده شد تمام. الا اگر گشته کلمه گرداند و توبه کند نکاحی نو میکند و آنها رو به زنی گرفته نمیشد اگر کسی مثلا زردوشت باشد. لیکن اگر نصرانی باشد دختر باشد گرفته میشد. لیکن به هر حال دعوتگر باشد نگیرید که اگه خطرش به شما و فرزنداتون هم میرسد. و بعضی علما نهی میکردن که مثلا انسان اگر صاحب دین و صاحب قوت نباشد نگیرد زن یهودی نصرانی را، چون که فرزندش غالبا فرزند با مادرش است، فرزندتون هم یهودی و نصرانی میشد، بی ادب میشد، از اسلام دور میشد. اگر باوری نداشته باشید نگیرید، خطر دارد، فتنه دارد. اما شوهر کردن به یهود و نصارا مطلقا اجازت نیست به زنی مسلمان. از آنها خانه‌دار نشوید و به آنها دختر ندهید. فقط شما تاجیک بودنی او رعایت نکنید. تاجیک است یهودی، تاجیک است نصرانی، تاجیک است بهایی، تاجیک است بیدین، تاجیک است الله را حقارت می‌کند، تاجیک است پیغمبر را حقارت می‌کند، دین اسلام را حقارت می‌کند، به دین اسلام انتقاد می‌گیرد، او کافر است. کسی که میگه که دین اسلام دینی پسمانده، دینی که من این چیزاش عموما در کار نه به همین روز شرایط، باید او کافر است. از وقت خانه‌دار شده نمیشه. اگر همسرتون باشه یا شوهرتون باشه نکاحتون بریده میشه با چنین انسان. مسلمان که شد دعوای اسلام که کرد باید طبقی دعواش کار کنه. نه باشد گوید که من مسلمان هستم، گوید آشکارا گوید. بعد همو زنی بچه خالم مسلمان خودش قرآن خانه بچه خالم مسیحی شده با پیش کدام مولای تاجیکستان در رفته نمیدونم چگونه مولای مولا را گفته که شوهر من خیلی شده و مولا گشته گفته که اجازت ہے برای تو زندگی که زیر تو فرزند داری. آیا حکمی همی چی میشیده باشه؟ نه نادرست است نکاحشون. نکاح اون زن خواهر رسانید که براید از نکاح اون نصرانی. همین اپاما چی حکم دارد در نزد الله روز قیامت؟ زیرا دیده و دانسته میدونه که همه خیلی مثال این نصرانی هایی که در پاکستان است اینا غالبا دعوتگر است. یعنی اینو دیگه کسای دعوت میکنه به دینی نصرانی. بله این همه خیلی 40 سالش دعوت میکنه. در دنیا نصرانی های هست که به دینش دعوت نمیکنه، رای خودش که اون نصرانی است یک کس دعوت نمیکنه. اینا خطر داره علل خصوص به این مردمی بی سواد. بنابراین وقتی که میشینن امروز که عالم های اسلام یا اونایی که از شریعت با خبر هستن سکوت کردن، اذا سکت العالم نطق الجاهل میگن. اگر عالم که سکوت کرد جاهل سخن میکند. جاهل سخن میکند. بعد سخن کننده سخن این چیزی هست که خواه نیک است خواه بد است به قدر خودش تاثیرش است، تاثیرش میرسونه. بنابراین اونا که غالبا اونایی که در جاهای ما نصرانی شدن اونو دعوتگر هستن، یعنی دیگرهای دعوت میکنن به همون دینی باطل. بنابراین از همین جهت از جهت فتنه بودنش خودداری کنن از رفت آمد و داد و گرفت. لیکن اصلا
زیارت و عیادت شخص خیش کافر اجازت است. زیارت شخصی کافر، عیادت شخصی کافر اجازت است. حدیث ها فراوان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی که به عیادت کافر رفتند، به زیارت کافر رفتند خویشاوندانشان، لیکن با مقصد دعوت، با مقصد آنها را به راه راست تکلیف نمودن، دعوت کردن، نیکی کردن تا اینکه از نیکی های اسلام با برخوردار شوند. اما اگر ضعیف باشند نروند.